بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم کمی در مورد زیتون صحبت بکنیم. همونجور که میدونید زیتون یکی از میوه‌های بسیار مهم و تأثیرگذار برای بدن ماست. اینقدر زیتون مهم هست که خدای متعال وقتی میخواد خودش رو معرفی بکنه در قرآن از زیتون استفاده میکنه. الله نور السماوات و الارض، تا میرسه به اینجا که میفرماید که درخت زیتون، یعنی هیچ گونه میوه دیگه ای رو نام نمیبره اما از زیتون نام میبره و تا حدی زیتون برای خدا مهم هستش که قسم بهش میخوره و تین و زیتون. لذا زیتون یکی از میوه های بسیار مهم برای ما هست و باید حتما ازش استفاده بکنیم. پیامبر مکرم اسلام در روایتی میفرمایند که بر شماست که زیتون بخورید، زیرا صفرا را برطرف میکند. اینهایی که هی میگن ما گور میگیریم، بدنمون داغ میشه، انگار بدنمون حالت سوزش داره، اونهایی که هی مدام میگید که ما در فصل گرما و سرما فرقی نمیکنه، حرارتمون بالا میره، پیامبر میفرماید از زیتون استفاده بکنید. وقتی ما میگیم زیتون، منظورمون هم خود میوه زیتون هست و هم روغن زیتون، هر دوتاش. بعد میفرماید که و بلغم را از بین میبرد. خیلی جالبه، زیتون هم گرما و حرارت زیاد بدن رو میگیره و هم سرما و برودت زیاد بدن رو میگیره. چه میوهی خداوند به ما داده که هر دو طرف رو میتونه متعادل بکنه و تسکین بده. پس بنابراین اونهایی هم که بلغمی مزاج هستن، مزاج سرد دارن، مزاج تر دارن، حتما از زیتون استفاده کنن. بعد میفرماید و اعصاب را قوی میکند. اونهایی که از ضعف اعصاب شکایت دارن، اونهایی که مدام دارن از این قرص‌های مختلف میخورن برای اعصابشون، یکی از کارهای مفید این هستش که از زیتون و روغن زیتون استفاده بکنن که تقویت میکنه. و بعد میفرماید و ضعف را از بین میبرد. این که بدن انسان ضعیف شده باشه، اینکه بدن انسان دچار مشکلاتی شده باشه که زود سرما میخوره، حساسیت پیدا میکنه، آبریزش بینی، آبریزش چشم پیدا میکنه، اینایی که میان شکایت میکنن از اینکه ما بدنمون در هر فصلی حساسیت خاص خودش رو داره، یا مثلا فلان میوه رو میخوریم یا فلان گیاه رو استفاده میکنیم یا بوی فلان چیز به مشام ما میخوره و حساسیت ایجاد میشه، اینها تمام میتونن از زیتون و روغن زیتون استفاده کنن برای این مشکل. البته اینایی که حساسیت رو دارن از زیتون و روغن زیتون به همراه نمک طبیعی، نه نمک یوددار شیمیایی، نمک طبیعی استفاده بکنن، تا حد زیادی مشکلاتشون برطرف میشه. میفرماید باز پیامبر کسایی که از زیتون و روغن زیتون استفاده میکنن اخلاقشون هم خوب میشه. پس بنابراین اینهایی که بد اخلاقی دارن، اینهایی که نمیخوان با دیگران بجوشن، کسایی که توی خودشون هستن، کسایی که با کوچکترین حرفی و برخورد کوچکی سریع خشمگین میشن، از این میوه بسیار مفید استفاده بکنن، خوش اخلاق میشن، چرا که صفراشون میاد پایین و میفرماید غم و قصه را برطرف میکند. اونایی که افسردگی دارن، اونایی که دچار مشکلات اعصاب هستن، حتما از این میوه خوب استفاده بکنن. امام صادق علیه السلام شخصی عرض میکنه خدمتشون که زیتون باد را برمیانگیزد، یعنی توی بدن ایجاد باد میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن نه، زیتون بادها را دور میکند. اونایی که میاد شکایت میکنید، میگید توی بدنمون باد افتاده، هر لحظه از یه طرف به یه طرف دیگه میره، درد میکنه و اذیتمون میکنه، میفرماید از زیتون استفاده بکنید. در روایت دیگه از امام رضا علیه السلام هست که این امام بزرگوار فرمودن زیتون طعام نیکویی است، خیلی غذای خوبی است زیتون، زیرا دهان را خوشبو می کند. اونهایی که گله از دهان بدبو دارن، ببینید میفرماید با خوردن زیتون و روغن زیتون دهان خوشبو میشه. و بلغم را میبرد که توضیحش رو قبل دادیم و رنگ صورت را شفاف میکند. اونهایی که گرفتگی رنگ چهره دارید، رنگ پوست دارید، میفرماید زیتون و روغن زیتون آروم آروم چه کار میکنه؟ رنگ رو شفاف میکنه، روشن میکنه.
و اعصاب را قوی می کند که قبلا هم توضیحش رو دادیم و آلام را از بین می برد، یعنی دردهایی که توی بدن هست اینها رو آروم آروم از بین می بره. مخصوصا اونهایی که استخونهاشون میگن صدا میده، اونایی که استخونهاشون صدا میده روغن زیتون بخورن، میتونن از روغن زیتون به بدن هم بمالن. جاهایی که صدا میده رو شبها از این روغن زیتون بهش بمالید، آروم آروم ماساژ بدید، به خورد پوستتون بره، اون وقت آروم آروم این سر و صداها میفته، پادردهایی که از خشکی استخوان هستش اینها برطرف میشه. حالا پادرد، دست درد و جاهایی که از بدن درد داره. و غضب را آرام و خاموش میکند که گفتیم روغن زیتون چون صفرا رو میاره پایین، خود زیتون هم البته همین جوره، وقتی صفرا میاد پایین انسان خشمش فروکش میکنه، اون غضب فروکش خواهد کرد. پس زیتون و روغن زیتون یک ماده بسیار مفید هست. اما در رابطه با خواص زیتون از نظر طب سنتی، زیتون دارای املاح معدنی زیادی مثل فسفر، پتاسیم، گوگرد، منیزیم، کلسیم، کلور، آهن، مس و منگنز هست و سرشار از ویتامین آ، ویتامین دی و ویتامین س هست. و خب میدونید مواد روغنی هم که زیتون داره بسیار مقوی و مغذی برای بدن انسان هست. پس وقتی این میوه این همه خواص داره ما حتما باید ازش استفاده بکنیم و اینکه این میوه رو به عنوان یکی از برنامه‌های سبد غذاییمون بچینیم. اما در رابطه با اینکه زیتون برای روده ها بسیار مفید هست این رو عرض بکنیم. کسایی که دارای مشکلات یبوست هستن حتما نافشون رو با روغن زیتون هر چند ساعت به چند ساعت چرب بکنن، حتی داخل نافشون روغن زیتون بریزن. و مخصوصا بچه‌های کوچیک که یبوست میگیرن یکی از بهترین راهکارها اینه که نافشون رو با روغن زیتون چرب بکنیم و از بالای شکم به طرف پایین با همین روغن زیتون آروم آروم ماساژ بدیم تا بچه‌ها از این برنامه یبوست نجات پیدا کنن. یکی از مشکلاتی که پدر و مادرها زیاد گله‌مند هستن این که بچه‌هامون اشتها ندارن، بچه‌هامون غذا نمیخورن، بچه‌هامون رو باید دورشون خیلی بچرخیم تا یک کمی غذا بهشون بدیم. علت عمده این که بچه‌ها طرف غذا نمیرن یبوسته و یکی از بهترین راهکارها برای اینکه یبوست بچه‌ها رو از بین ببریم همین روغن زیتون به همین روش که عرض کردم و برای خود بزرگسالان هم همین کار بسیار مفیده و میتونن انجام بدن. خب خود روغن زیتون خوردن هم این مشکل رو تا حد زیادی برطرف میکنه. اما اونهایی که دچار مشکلات کبدی هستن، مثلا کبدشون چرب شده، گرید 1، 2، 3، اونهایی که سیروس کبدی گرفتن، اونهایی که سنگ کیسه صفرا دارن، اونهایی که اصلا نمیخوان مشکلات کبد پیدا کنن، نمیخوان مشکلات سنگ کیسه صفرا پیدا بکنن، یکی از بهترین راهکارها همین زیتون و روغن زیتون هست که کبد رو اصلاح میکنه، خیلی برای کبد مفیده. اگر احیانا کسی هست که کیسه صفراش رو در آورده به خاطر سنگ هایی که داشته، چیزی که جایگزین کیسه صفرا میشه زیتون و روغن زیتون هست که حتما باید ازش استفاده بفرمایید.